به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان گرامی، به برنامه داستان‌های حکمت آمیز خوش آمدید. نصیحت: آگاه باش ای انسان، اگر واقعاً اهل دل هستی از خدمت کردن غافل مشو. به گنجشک، به کبک، به کبوتر دان بده تا که روز به دام تو آن مرغ بخت بیفتد. اگر به هر طرف تیر نیاز افکنی، حتما یکی از تیرها به نشان خواهد رسید و صید را به دست خواهی آورد. دور یتیم هم از میان چندین صدف پیدا می شود و از 100 چوبه یکش به هدف می رسد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.